لشکری حسنش که در دل انقلاب آورده است. آفرین بادا به آن قلب کتاب آورده است. یک نگاه بنمودم استم سخت و عقلم را ربود. مگر از ساغری چشمم شراب آورده است. به قانون حقیقت می سرایم تا زبان دارم. به ضدی دشمنانش می برایم تا که جان دارم. وطن دارد چنین قانون که با وی فخرها کرده. همه گوید که قانونی یگانه در جهان دارم. اگر از قهرمانی گپ رود با سرفرازی ها، وطن گوید صدها هزاران قهرمان دارم. اگر درباره علم و هنر صحبت شود جوشان، وطن گوید هزاران انجیر و شاعران دارم. وطن شد مادری مشفق عزیز و مهربانی من. نمی ترسم ز دشمن اقتدار از دوستان دارم. وطن بخشیده است این گونه قانونی حقیقت را. به قانونی حقیقت می سرایم تا زبان دارم. وقت مانند صدا می گذرد. عمر چون بادی صبا می گذرد. آدمی از رهی دنیا باره، هر یک پیش و قفا می گذرد. راز دل می گفتم گر یک مرهمه می داشتم. یک مرهمه می داشتم. شکوه ها می کردم از غم همدمه می داشتم. در شب خیجران نمی شد زخمی دل روان. گر ز وصلی یک پریرو همدمه می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کی ربودی جانی من. بوسه گر از لبی عیسی دمه می داشتم. از تماشایی گلی سرخ از چی می ماندم جدا. گر به کف چون اهل عالم درهمه می داشتم. اینقدر در اضطراب افتادم از فکر خود. می شد آرامم اگر از خود رمه می داشتم. چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب. عینی گر فکر نه از بیش و کمه می داشتم. استثنای مصری در شب هجران نمیشد زخم دل ریشی روان. گر ز وصلی یک پریرو مرهمه می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کی ربودی جانی من. بوسه گر از لبی عیسی دمه می داشتم. از تماشایی گلی سرخ از چی می ماندم جدا. گر به کف چون اهل عالم درهمه می داشتم. اینقدر در اضطراب افتادم از فکر خود. می شد آرامم اگر از خود رمه می داشتم. چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب. عینی گر فکر نه از بیش و کمه می داشتم. بار اول سرنوشتم را سما خواند و گریست. در کفی یک پاره ابر هوا خواند و گریست. قطره باران آمد و خورشید باران پیش پس. شاد و غمهایی مرا پیش و قفا خواند و گریست. ناله عشقم چو موجی لاله در صحرا فتاد. سرزمینی آشنا ناآشنا خواند و گریست. آن پریشانی که من دیدم نبیند هیچ کس. جز نسیم کس پریشانی دعا خواند و گریست. دفتر دیگر سخنهای دیگر درد دیگر. روزگار از داستانم بابها خواند و گریست. ای خلق عزیز من سلامت باشی. پرورده ناموس و شرافت باشی. از جان گفتم سرودی ملی تو را. تا جور به هم باشی و ملت باشی. وقت
مکتب به تو یاد میدهد علم و ادب. مکتب زی تو میبرد غم و رنج و تعب. یک نقطه مختصر به مکتب گویم، آدم نشود کسی مگر از مکتب. زمین و آسمان با هم نآید، به دنیا آدمی بیغم نماید. جوانی بگذرد آخر ولیکن جوانمردی ما باید بماند. شبی از گریه باران شنیدم است که هرگز دیده بینم نآید. این خیلی مخته کردی؟ کجای مادری غم پروری من، خدای عمری پیغمبری من. سرم در بستری مرگ است امروز، بیا از گور و بنشین بر سری من. خدای عمر من پیغمبری من. این شکل است درسته. و دینه رو با پراگی خونده؟ نه. قسمان خوندی؟ مکتب کونه چی؟ مکتب کدومه پورا خوندی ها؟ حالا گفتی که پووسته خوندم، کدام پووسته خوندی؟ پوستی جوگی. جوگی که؟ جوگی از سرغون. کلی کمتر نقل کنی در پایان جوگی. یک جوگی بوده است نامی. جوگی روز از افتابوس می فرامده است و به همه خلق نگاه میکرده است که یگان کس وی را میشناسد یا نمیشناسد. بعد جوگی آمده گفت که خانه اسکندر را کی میداند؟ یک موسفید نامی موسفید محمدی، موسفید 90 ساله بود و گفت که محمدی گفت که من خانه اسکندر را میدانم. بعد جوگی گفت که کلید را به من دهید. موسفید بعد کلید را به جوگی داد. وقتی که کلید را به جوگی داد گفت که رفته خانه وی را کشا و خانه اش خوشرو است. بعد جوگی رفت موسفید از پیشش میرفت. وقتی که موسفید از پیش رفتن میگرید جوگی به درون دل خود میگفت که این موسفید مرا چرا به خانه اسکندر برده ایستاده است؟ بعد موسفید پشتش را نگاه میکند و میگوید که چرا یک پا را گشته ایستاده ای؟ بعد جوگی باز تیز حرکت میکند. وقتی که وی تیز حرکت میکند محمدی از پیش رفتن میگیرد. وقتی که بابای محمدی میرود باز جوگی کفایه قصه رو خوندی؟ همه جون شکوهی یک شعر خوند. امشب قلم گرفته تا نیمی شب نشستم، الهامی من نآمد آخر قلم شکستم. ای بادی صبحگاهی یک روحی تازه آب، از کوی گلزاران بر قلب گل پرستم. نقشودم در عالم من قلف یک معما، در شعر هم دو بیتی خوب به هم نبستم. کوی عشق جانگدازه که از بحر شهری خیجران، از نو دهد قلم را آهسته آن به دستم. ببین پیر و جوان اندر شتاب است، کتاب می جوید و در اضطراب است. چی شد که بهر خواندن انقلاب شد، همه خوشحال و در لب این جواب است. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغ سبحی دانایی کتاب است. همه از ابتگاری پیشوا شد، که امری پیشوا چون رهنما شد. به مثل آن مقدس های ملی کتاب از نو مقدس تر به ما شد. خوشان که با کتاب در گفتگو است،
ҳамеша ақлу нутқаш дар нумӯ аст. китоб рӯяш нагардонад зи инсон, хуш он ки бо китоб дар рӯ ба рӯ аст. аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. мо баҳри дилшиносон шеъру тарона ҳастем, баҳри навошиносон чангу чағона ҳастем. гӯянд шоири хуб фарзанди даври хеш аст, баҳри замоншиносон мо худ замона ҳастем. мо кӯҳзода аммо дилҳои нарм дорем, дар тангнои кӯҳӣ дилбекарона ҳастем. гар рӯдаки деҳи мо бар баҳрҳо нарезад, дарёи дилхурӯшон мо худ равона ҳастем. он қадр ҳам ҷадиду он қадр ҳам қадимем, гоҳе ҳақиқати кул гоҳе фасона ҳастем. аз мост сарбаландӣ аз мост низ пастӣ, гаҳ осмона ҳастем гаҳ остона ҳастем. он ҳафт марди шоир чун ҳафт додаронанд, зонҳо чу осмонӣ ҳафт ошёна ҳастем. آمدم که گویم عشق است ملت من. غزل از اشعار فرزانه. من آمدم که گویم عشق است ملتی من، عشق است ملتی من، اصل و جبلتی من. چون نامی من بنامد در آسمان رقم شد، با تو سبز در سبز میلاد و رحلتی من. ای زیشت با تو زیبا، ای دینه با تو فردا، تنها تو میتوانی اصلاح علتی من. چون نامی من بنامد در آسمان رقم شد، با تو سبز در سبز میلاد و رحلتی من. در این دی روانی بیوه خطکشانه، چون است حالتی تو چون است حالتی من. چون عشق زید آمد صد عشق زید فرو رفت، عزت شد و شرف شد خواری و ذلتی من. تنها تو می برایی از عهده کردنی ما، تا رست و خیز کردی تمدیدی مهلتی من. هر که در دشت جنون بیند من دیوانه را. غزل از اشعار طغرل احراری. هر کی در دشت جنون بیند منی دیوانه را، کی شود مانندی مجنون آشنا بیگانه را. حسنی خوبان را جلا باشد نگاهی عاشقان، اعتبار نیست اینجا شمعی بی پروانه را. الفتی دارد خیالی ماریگ سویش بدیل، گنجی بسیار است گویا خاکی این ویرانه را. از سری سودای زلفی او چیسان سازم گذر، ای فسونگر با کی میگویی تو این افسانه را. با نگاه کلبه احزانی ما آباد کن، نیست جز مدی نگه معمار این کاشانه را. تا توانی در نگارستانی چشمش کن نظر، ای بسا افسون کی باشد این عجایب خانه را. طغرل اسراری ادب از باده رفشن می شود، نیست قصپیری طریقت مرشد میخانه را. اگه بعضی مصرع‌های وای غلطش درست کرده خوندن نکن. خوب دوباره ماه بدر شد چرا نمی غزل از آیی. اشعار بازار صابر. دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره چهچه سر شد چرا نمی آیی. برادرانی مسافر به خانه برگشتند، دوباره قهقه سر شد چرا نمی آیی. هزار لاله بدیل لاله‌زاری فیض آباد، دوباره خونی دیگر شد چرا نمی آیی. نهالی پشتی درت با قدت برابر بود، چناری خشکد و بر شد چرا نمی آیی. همان ستونی بلندی وطن بود نامش، بخشتی نانی پدر شد چرا نمی آیی. همان ستونی بلندی وطن بود بامش، با استخوانی پدر شد چرا نمی آیی.
دخترم یک دو بیتی گویید، یک تا روبایی. روباییات از اشعار صدرالدین عینی. مکتب به تو یاد می دهد علم و ادب، مکتب زی تو می برد غم و رنج و تب. یک نقطه مختصر زی مکتب گویم، آدم نشود کسی مگر از مکتب. دو بیتی از اشعار گل رخسار. زبردستا زبردستا زبردست، چرا مستی چرا مستی چرا مست. به تاری بامی خود باری نظر کن، که جز بامی تو بامی دیگران هست. وطن سر می شود از گهواره، وطن سر می شود از گهواره. زی شیری پاک و از پیستانی مادر، وطن سر می شود از آن تواره، که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. وطن سر می شود زاگرد دهقان، زی میدانهای بادی خیرمن بادگر. وطن سر می شود از برده اینان، که ما خوردیم از خانه پدرها. وطن بهروزی و بهبودی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. خطا شده ردیف ما ماست خونده شما. قصیده مادر به قلم کتاب دارم. سجان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در تینتم سیرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم او سین رو، صد داستان براید از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم بی یادی ذات قدسش، از سر سپردگانم جانم فدای مادر. از ثروت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر. خیره بر آن کسانم کس خویشتن ریزایند، یک بار ناشنیده حرفی ریزای مادر. صبح جوانی ما رو با پرگی خونده. صبح جوانی ما همین عزیز ها؟ بله. عزیز عاقبت کار عزیز چی می شود؟ او وقتی که پدر و مادر و برادرانش به زواد کوچیدن می روند، در آنجا او در خانه دیگر کس زندگی می کند. یک پدر و یک مادری که فرزند ندارند به آنها فرزند می شود، ولی پدرش آن را نمی خواهد. وقتی که بعدی وفات مادرش، مختار، صابر و پدرش به دیه برمیگردند، ولی عزیز در توشکان میماند، در آنجا تحصیل می نماید. بعد عاقبت او نیز بیمار می شود، پدرش او را دیدن می رود ولی بر نمی گردد. خبر رسد عزیز خان و پدر عزیز خان که بیمار بود وفات کرده است و پدرش نیز از غمگینی از اندوه وفات کرده است. بعد از سر پدر و مادر صابر به تربیه کی می افتاد؟ کی رو تربیه میکنه؟ صابر اول به تربیه امکش و زنی امکش می افتاد. بعد از آنجا او مختار را به خانه امش گذاشته به خواندن، یعنی به اینترنت می درآید. در آنجا او بسیار نقص تحصیل میکرد. او را به دارالمعلمین میبرند. در دارالمعلمین او بسیار فعال اشتراک میکند و او بعد خونده تحصیل نموده علاخو می شود. گفتی که 4 رمان رو خواندم، کنی نام بر کنید؟ دختری آتش، من گناهکارم، زاخهای بدمور، واسه. همین واسه به کدام شهرها سفر کرده است؟ واسه به شهرهای وقتی که به همون شهرها سفر کرده است با یک همدیارش شناس می شود. نام همون همدیار که بود؟ مولا سفر.
ملا سفر بعد با کی با کدام نویسنده معارف پرور رو شناس میکند؟ احمدی دانش. او با احمدی دانش بسیار گوش میکرد که همه آن را کافر مینامند برای آنکه او در خانه‌اش یعنی چیزی که ساعت رو نشان میدهد و کدام وقت آفتاب میشود کدام وقت یعنی باران میبارد همین را. نظیر پهلوان برای چی با زندان میافته؟ نظیر پهلوان نظیر پهلوان برای آنکه وقتی که نظیر یعنی با واسه اون آشنا می شود و برادر خواند واسه اون رو برادر. با زندان چگونه میافته؟ با زندان وقتی می افتد که او در خانه یکی از بایانی که در آن شهری که زیسته بود کار میکند و همکسبی او که در باغ آنها کشتکاری میکردند یعنی بایی را میکشد. بعد در آنجا بس به کلای نظیر پهلوان میافتد. کیو را از زندان آزاد میکنه؟ نظیر پهلوان رو کی آزاد میکنه از زندان؟ هم شریکانی که در زندان بودن او میگریزد. میگریزد؟ یعنی میگریزد. بعد واسه به زندان میافتد برای آنکه برادر خواندش بود. همه برادری یعنی برادری واقعی او حساب کرده او رو به زندان میگیرند واسه رو. واسه با کی عریضه مینویسد برای خلاصی برادر خود؟ به استانقل. استانقل کی بود؟ حاکم بود. مرگ سودخور خونده یا؟ مرگ سودخور خونده. مرگ سودخور نامهایش قاریشگنبه قاریسمت. اما مولا بچه به خاطر چی قاریسمت تعقیب میکرد؟ چی میخواست از قاریسمت؟ او میخواست که فهمد که قاریسمت چه خیلی آدم بود. چه خیلی آدم بود؟ چه خیلی آدم بود بله. ای من گناهکارم درباره کدام واقعه ها؟ درباره های واقعه های قشلاق می شود که در آنجا سوریا همسرش انور مختار و زینب فرزندانی انور و یعنی سوریا واقع شدند. سیماهای اساسی نصر انور سوریا مختار و زینب می باشد. دیرکتوری مکتب چرا پول ها رو معاش معلمان را گم میکنه؟ او وقتی که زینب با اون نمیگردد زینب بعد میبیند او را. بعد برای همین وقتی که مختار و زینب برای میبرایند ساعت 3 سحر بعد انور را میبینند که آن در همه جا کلیبیده ایستاده است. بعد در آنجا او به زمین میغلطد یعنی جزدانی که در درونی آن پول بود او را میگذارد و میبرود. بعد مختار که خسیس بود بخیل بود جزدان را میگیرد و نمیدهه میگوید او را به دیگر کس میسپاریم که به انور جزا دهند. بعد زینب که بسیار رحمدل بود آن را گردانده به انور میدهند. کی خود را گناهکار حساب میکند؟ کی میگوید که من گناهکارم؟ انور. تابستان و پراگی خوانده ای؟ بله. کریم کی بود؟ کریم پدری حسن. پدری حسن؟ زوخای بدنورانیس خوندم. قاسم جان کی بود؟ در تابستان؟ بله. امکی حسن. دیدی غلط گفتی ارتش. آمدم در این جهان تا خویش را پیدا کنم چند روز خویش را با زندگی هم پا کنم گر نتانم مرده را زنده سازم بعد مرگ قرض باشد یادگاری مرده را احیا کنم. تشکر.